рамзес шогунов, یک جوان فعال 34 ساله زاده نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مطلب‌های انتقادیش پیرامون حوادث بدخشان معروف است، روز 1 مارس در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که او را می‌خواهند از قلمرو روسیه ربوده به تاجیکستان برند. فعال بدخشانی این را به فعالانه اظهار نظر کردنش پیرامون مسائل بدخشان ربط داد. میخواهم این مسئله را روشن کنم و اظهار بدارم که من نقشه به تاجیکستان سفر کردن ندارم. صراحتاً درک میکنم که به سبب موقع فعال شهروندیم به حیات من در قلمرو تاجیکستان خطر تهدید میکند. هدف تهدید به جان من میتواند به خاطر بستن دهان من باشد، ولی من قصد خاموش شدن و نظاره کردن که چگونه مردمم را نابود میکنند ندارم و در آینده نزدیکترین به مقامات حفظ حقوق روسیه مراجعت خواهم کرد تا امنیت مرا تامین کنند، نوشته است رمزس شوگونوف. مقامات رسمی تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان تا کنون این اظهارات رمزس شوگونوف را شرح ندادند. رمزس شوگونوف از جمله آنهایی بود که از جریان میتینگ اعتراضی زادگان بدخشان در نزد سفارتخانه تاجیکستان در شهر مسکو در شبکه‌های اجتماعی پخش مستقیم می‌برد. شام 25 نوامبر سال 2021 با طلب به جوابگری کشاندن عاملان کشتار ساکنان نویه روشقلعه گلبدین زیوبکوف در نزد بنای سفارت تاجیکستان در مرکز مسکو حدود 1000 نفر از زادگان بدخشان گرد هم آمدند که تا امروز یکی از بزرگترین گردهمایی‌های اعتراضی زادگان تاجیکستان در روسیه به شمار می رود. مقامات تاجیکستان در پی اعتراضهای ماه نوامبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان توانستند الکی به اخراج دو نماینده شناخته جمعیت بدخشانی های روسیه، ستاره جوان ورزش MMA چهارشنبه و یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشانی ها در روسیه امردین علوشچایف نویل شوند. هر دوی آنها را برابر آورده شدنشان به دوشنبه به حبس گرفتند. مرگ گلبدین زیوبکوف بعد بازداشتش منجر به اعتراضهای گسترده در خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. مردم تنها 4 روز بعد در پی وعده مقامات به تفتیش مشترک قضیه مرگ زیوبکوف و 2 ساکن دیگر ولایت پراکنده شدند، ولی با گذشت بیش از 3 ماه تا حال یگان گمانبر در پرونده این ساکنان روشقلعه معین و دستگیر نشده است. مقامات وعده دوم خود برقرار کردن دسترسی به اینترنت در ولایت مختار بدخشان را نیز تا حال اجرا نکردند.